سلام دوستان، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال فوتبال تایم. دوستان، قرار است در این ویدیو بپردازیم به تاریخچه سوپر توپ طلا. تا حالا چند نفر فاتح این جام شده و هر چند سال یک بار این جام اهدا می شود. امیدوارم که تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید و قبل از تماشای ویدیو ممنون میشم پست ما را لایک و کانال ما را سابسکرایب نمایید. آیا می دونستید بجز توپ طلایی که مسی گرفت سوپر توپ طلایی هم وجود دارد؟ این سوپر توپ طلا با ارزشترین جایزه فردی می باشد که کمتر کسی آن را دریافت می کند. سوپر توپ طلا جایزه است که فرانس فوتبال تصمیم گرفت آن را به بهترین بازیکنان اروپا که در 4 دهه 50 60 70 و 80 میلادی درخشیدن اهدا کند. بکنباور، میشل پلاتینی، یوهان کرایوف، آلفردو دی استفانو و 2 نفر دیگر نامزدهای دریافت سوپر توپ طلا بودند که در نهایت فرانس فوتبال تصمیم گرفت این جایزه را در سال 1989 میلادی به آلفردو دی استفانو اسطوره آرژانتینی رئال مادرید بدهد. آلفردو دی استفانو بازیکنی که فاتح 5 جام باشگاه‌های اروپا، 8 لالیگا و 2 بار هم بهترین بازیکن اروپا انتخاب شده که یکی از بهترین های دوران خودش بود. حالا بعد از 30 سال قرار است که این جایزه ارزشمند در سال 2029 بار دیگر به بهترین بازیکن 3 دهه اخیر فوتبال اهدا شود که 3 نامزد این سوپر توپ طلا لیونل مسی، کریستیانو رونالدو، سرخیو راموس، سرخیو راموس یک بازیکن نمایشی در این مسابقه است و در از رقابت بین مسی و رونالدو می باشد. به نظر شما چه کسی لایق سوپر توپ طلا می باشد؟ حتما نظر خود را کامنت کنید.